سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خوش اومدید. ما توی کانالمون روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی خدمتتون هستیم. من امروز قصد دارم یکی از دسرهای سنتی و بسیار خوشمزه رو خدمتتون آموزش بدم. شله زرد یا همون سارشیله تبریزی. حالا بریم سراغ مواد اولیه. برنج آش 200 گرم، شکر 2 لیوان، شاهدپرن 1 فنجان، زعفران دم کرده به مقدار لازم، آب حدود 2.5 الی 3 پارچ، خلال بادام برای داخل شله زرد و هم برای تزیین به مقدار لازم، خلال پسته به مقدار لازم برای تزیین، گل سرخ به مقدار لازم برای تزیین، دارچین به مقدار لازم برای تزیین. خب ابتدای کار ما برنجمون رو میشوریم و آبکشش میکنیم و بعدش بهش زعفرون دم کرده اضافه میکنیم. حدود 5-6 قاشق زعفرون دم کرده اگه بهش اضافه کنیم کافیه. من زعفرون رو قاشق قاشق میریزم و بعد حدود 1 فنجان آب جوش بهش اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. خب همونطور که تو تصویر میبینید ترکیبمون آماده هستش. حدود 2 ساعت اجازه میدیم که این خیس بخوره و برنج ها در واقع رنگ زعفرون و طعمش رو به خودش بگیرن. خب بعد 2 ساعت توی قابلمه مناسب ما برنج خیس خورده‌مون رو که با زعفرون کاملا خیس خورده داخل قابلمه‌مون میریزیم و آب بهش اضافه میکنیم. بچه ببینید نیاز نیستش که آب رو همه رو یه جا بریزیم. ما حدود 1 پارچ یا 1.5 پارچ آب بهش اضافه میکنیم، میذاریم روی شعله گاز و اجازه میدیم تا برنجمون بپزه و به مرور این آب رو بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم تا به جوش بیاد و بعد اینکه به جوش اومد ما شعله رو یک مقداری پایین میاریم و دقت داشته باشید که قاشق رو به هیچ وجه ته ظرف نزنید و اگه میخواید در واقع این ترکیب رو هم بزنید از روی ظرف کاملا این کار رو انجام بدید و یا اینکه با دسته های قابلمه سعی کنید که تکون هایی بهش بدید. به هیچ وجه قاشق به ته ظرفتون نزنید چون میچسبه. خب همطور که توی تصویر میبینید برنج کاملا پخته شده و آماده هستش برای اینکه بقیه مواد بهش اضافه بشه. حدوداً 1 ساعت و 10 دقیقه طول کشید که به این حد برسه. ما شکرش رو بهش اضافه میکنیم و همش میزنیم تا کاملا ترکیبمون یه ترکیب یک نواختی بشه. خب بعد از اینکه شکر کاملا توش حل شد ما زعفرون رو بهش اضافه میکنیم. کل زعفرون رو میریزیم تا خیلی خوش رنگ و آب بشه و طعمش هم که دیگه واقعا بی‌نظیر میشه. همش میزنیم. توجه داشته باشید که ما هیچ وقت زعفرون رو از اول نمیریزیم. سعی میکنیم زعفرون رو آخر سر بهش اضافه کنیم تا طعم و عطرش حفظ بشه. خب الان دیگه وقتشه که ما خلال‌های بادوممون رو اضافه کنیم. البته اضافه کردن خلال بادوم کاملا اختیاریه و اگه دوست داشتید میتونید اضافه کنید و اگه خوشتون نیومد میتونید حذفش کنید. ولی بهتون پیشنهاد میکنم که حتما استفاده کنید، واقعا طعمش رو عالی میکنه. خب توی این مرحله ما شاه رو به ترکیبمون اضافه میکنیم. میتونید به جای شاه از گلاب هم استفاده کنید ولی شاه واقعا طعمش رو بهتر میکنه و خیلی خوشایندتر میشه. حالا بستگی به ذائقه خودتون هم داره. خب توی این مرحله ما شعله رو بالا میبریم تا دوباره به جوش بیاد و حدود 10 الی 15 دقیقه باید کاملا با شعله بالا بجوشه تا
به قوام لازم برسه و آماده بشه برای سرو. حالا همینطور ادامه میدیم و الان من توی ویدیو نشونتون میدم. ببینید توی تصویر کاملا مشخصه که شل زرد داره آماده میشه و به اون قوام لازم داره نزدیک میشه. خب همونطور که میبینید کاملا شل زردمون به اون قوام مورد نظرمون رسیده. شله رو خاموش میکنیم، چند ساعتی بهش استراحت میدیم تا کاملا خنک بشه و بعد سروش میکنیم. بله، به به، بسیار زیبا و خوش‌آب و رنگ شله زردمون آماده هستش. این دسر بسیار خوشمزه طرفدارهای بسیار زیادی هم داره. امیدوارم که دوستای عزیزم این دسر خوشمزه رو تهیه کنید و همراه خانواده‌تون صرفش کنید. نوش جونتون باشه. اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.